با درود گرم به شما هم سرزمینان ارجمندم. دانش فروغی هستم و برنامه روانشناسی روشنگری رو پی میگیرم. برنامه روانشناسی روشنگری امروز که روزهای عید رو داریم میگذرونیم، یکی دو روز از عید بیشتر نمیگذره، میخواییم یه مقداری این فضا رو عوض بکنیم اگر بتوانیم. همچنان در راستای صحبت راجع به روسری هستیم، فراموش نکردیم. در برنامه امروز ما که مربوط به نوروز هست با خانم دکتر میترا خرمشادی هستیم و خانم فرناز میرزایی. به شما عرض بکنم که نوروز وقتی که اسمش میاد و ما میشنویم، بدون تردید یه حسی در ما بیدار میشه که میخوام بگم این حس یه حسی نیست که ما امروز پیدا کرده باشیم یا فقط یاد گرفته باشیم از پدر و مادر. اگر قرار بود از پدر و مادر یاد بگیریم الان خیلی ها میباست نوروز نمیداشتن، ولی بچه ها در ایران از پدر مادرهایی زاده شدند که ممکن بود تحت تأثیر حالا سیاست، موقعیت اجتماعی تظاهر بکنند که ما نوروز رو قبول نداریم. ولی میخوام به شما عرض بکنم امکان نداره چنین چیزی. حتی من میخوام به شما بگم که رهبر کشور ما هم تحت تأثیر نوروز هست. It's a collective unconscious علم. ما وقتی صحبت نوروز میکنیم، نوروز رو از وجدان گروهی خودمون استخراج میکنیم. نوروز چیزی نیست که به ما تحمیل شده باشه، چیزی نیست که ما فقط و فقط تو خونه یاد گرفته باشیم. فضا، سبزه، گل، گیاه، آشتی، محبت، گشاده دلی، گشاده دستی، خانه های باز، تخم مرغ های رنگین، اسکناس های نو توی کتاب های حافظ و فردوسی، شاهنامه. بسیار خوش آمدید دوستان عزیز. میخواستم پیش گفتار شماها رو بشنوم راجع به نوروز. بفرمایید. اگه اجازه بدید من شروع کنم. بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام فارسی زبانان ایران و هر نقطه دیگری که زندگی میکنید. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. خوشحالم هستم که یک بار دیگه در خدمتونم و میتونم اینجا از پشت این تریبون پیام شاد باش رو به ملت ایران بدم. به دلیل این میگم شاد باش که نوروز همزمان با اورنس و آگاهی هست. زمین در واقع آنچه را که درون خودش نگه داشته، حالا دیگه با فصل بهار به صورت پتانسیل های نمایشی اونها رو به صورت طبیعت و بهار زیبا در اختیار ما قرار میده. امیدوارم که ایده های فکری، بلیف سیستم های قدیمی و آنچه را که در واقع کهنه و پوسیده هست اونها رو به دور بیندازیم و به جاش تفکرات جدید و باورهای جدید و سازنده داشته باشیم. اورنس رو از کره زمین، از محل زایش در واقع بیاموزیم و متوجه بشیم که همون جوری که وسایل های کهنمون رو از توی انبارهای قدیمی و فرسودمون به دور میاندازیم، خوبم هستش که بتونیم یک پالایشی در ذهنمون داشته باشیم و قدیمی ها رو، آنچه را که در واقع دیگه کار نمیکنه یا به زور و به اجبار در واقع خواستن تو ذهن ما جا بدن، اونها رو کنار بذاریم و آنچه را که کار میکنه، ارزشمنده و با فرهنگ اصیل ایرانی ارتباط داره، اونها رو بتونیم پیاده کنیم. خانم فرناز. خواهش میکنم. خوب بفرمایید. درودی دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. امیدوارم که سال نو سال بسیار خوبی برای شما باشه عزیزان، پر از اتفاقای خوب، سلامتی، برکت، ولی از همه مهمتر
امیدوارم که امسال سالی باشه که بتونیم حصار ظرفیت هامون رو بشکنیم. این رو به این دلیل میگم چون بیشتر ما متوجه نیستیم چه قابلیت ها و توانمندی هایی داریم و اون به دلیل این هستش که شناختی از خودمون نداریم و اگر بتونیم در امسال به شناخت خودمون برسیم 100% میتونیم از تمام توانایی هامون و قدرتمون برای رسیدن به اهدافمون نهایت استفاده رو ببریم و از همه مهمتر قدر خودمون رو بدونیم. امروز خیلی خوشحال هستم که در خدمت خانم دکتر خرمشادی و جناب دکتر اساتید من هستن که امروز باهاشون صحبت میکنم. بفرمایید خواهش دکتر. خوب، رسیدیم به اینجایی که به هر جهت این صحبت هایی که شد این است که کهنه، هر چی که کهنه هست، البته بعضی چیزاش ممکنه یه ذره بد نباشه، اون چیزهایی که واقعا برای بشر لازم نیست بریزیم دور. نمیگم بیاییم پامال بکنیم، مثلا خشونت باش به خرج بدیم. ما تمام اینا رو از لحاظ عواطفی که داریم یا میپذیریم یا نمیپذیریم. میخوایم ببینیم اصلا برای چی داریم زندگی میکنیم. مسئله است برای زندگی کردن. زندگی کردن چی هست؟ آیا ما به این دلیل زندگی میکنیم که فقط اون چیزی که خودمون دوست داریم و خودمون حق داریم فکر میکنیم اونها رو به دست بیاریم و دیگران فراموش بکنیم؟ یعنی ما که الان اینجا نشستیم وقتی فکر میکنیم که بچه های ما در ایران گرسنه هستند، در خیابون ها، در سطرهای آشغال به اصطلاح میرن دنبال غذا میگردند، ما که نشستیم اینجا درست است که از رفاه برخورداریم به دلیل اینکه جامعه به ما اجازه برخورداری داده، دولت به ما اجازه برخورداری داده. دولت به ما گفته تو برو کار بکن ما حقت میدیم. به ما نمیگن برو کار بکن ما حق تو رو میدزدیم و چپاول میکنیم. این حرفا رو نمیزنن. ما میخواهیم واقعیت های زندگی رو به این ترتیب بفهمیم، بدانیم اصلا برای چی داریم زندگی میکنیم. آیا فقط و فقط برای خودمونه، بچه های خودمونه، رفاه بهشون بدیم بفرستیم کشورهای خارج اونجا لذت ببرن، از اینجا براشون دلار تو بانک هایی که براشون گذاشتیم بیان خرج بکنن؟ آیا اینه؟ و فقط اونجا بیایم و آدم بفرستیم تو خیابون که روسریای بچه های ما رو بردارن از سرشون؟ یعنی این وجدانه و این شرافته و این دوستیه؟ ما برای چی داریم زندگی میکنیم؟ بفرمایید خانم. متاسفم که شرایط زندگی در ایران انقدر سخت میشه، سفره‌ها کوچکتر و کوچکتر میشه و به دلیل فقری که در واقع توی اجتماع وجود داره آدم‌ها سلامت روانشون رو هم از دست میدن دیگه. استانداردهای فکری ذهنیشون با آنچه که باید در واقع وجود داشته باشه فاصله میگیره. متاسفم که اینها رو میبینی و شاهد و ناظرش هستیم. یه دفعه خدمتتون گفتم مجموعه ای رو که ملت ایران، حالا چه اونایی که داخل ایران هستن و چه اونایی که خارج از کشور هستن، با هم دیگه تجربه کردن. من فکر نمی کنم در هیچ دوره از تاریخ در واقع ما این همه فشار و این همه سرکوب و این همه فقر و این همه بیماری رو در واقع بخوایم تجربه بکنیم. متاسفم ولی واقعیت داره و ای کاش که همونجور که ضمن ابتدای صحبتم گفتم اورنس در ما به وجود بیاد که انسان چیه، دنبال چه چیزایی باید باشه، خواسته های منطقی و عاطفی و سالم روانی انسان چه چیزایی میتونه باشه که ما بتونیم دست همدیگر رو بگیریم. هر کس هر کجا که هست، در هر شکلی که هست، هر کسی که نزدیکش هست میتونه کمک کنه، دستش رو بگیره، رشدش بده و باعث بشه که به خودآگاهی خودش و دیگری در واقع یه کمکی کرده باشه.
بسیارم عالی. اتفاقا در تایید صحبتتون خانم دکتر، در جلسات قبل ما با جناب دکتر در رابطه با سلامت روان داشتیم صحبت می‌کردیم. یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که وقتی راجع به سلامت روان صحبت می‌کنیم، خب در نهایت ما میخوایم با یک فردی روبرو بشیم که دارای فکر درست و ادراک درست هستش. من میخوام ببینم که واقعا آیا در چنین شرایطی که وضعیت مملکت ما به این صورت هستش که فشار روحی و روانی بر سطح جامعه انقدر زیاده و بر مردم، وقتی صحبت از جامعه میکنیم یعنی داریم صحبت از مردم میکنیم، انقدر زیاده، چگونه میتونیم توقع داشته باشیم یک انسان سالم داشته باشیم؟ نظرتون چی؟ جناب دکتر شما جواب بدید یا من جواب بدم؟ بفرمایید. چجوری میتونیم انسان سالم داشته باشیم؟ خیلی شادم. بفرمایید. من میخوام برگردم به در واقع طفولیتمون، برگردیم به روزهایی که در واقع شخصیت انسانیمون داره شکل میگیره، پدر و مادر و جامعه اونجا دارن نقش بازی میکنن و برای ما یه ساختارهای فکری، ذهنی، اجتماعی رو به وجود میارن. همه ما با یه سری پرینسیپ ها، ولیو ها، ارزش ها و در واقع استاندارد های بزرگ میشیم و این استاندارد ها هستن که در بدترین شرایط، در بهترین شرایط در واقع مثل تنابی که ما بهشون چنگ زدیم و در واقع خودمون رو تونستیم بهش نگه داریم از جهت امنیت روانی که به ما میدن، اونها هستن که در واقع ما رو حفظ میکنن، به اضافه فرهنگمون، به اضافه آنچه که به عنوان آموزش های درست اجتماعی به ما از قبل داده شده که بتونه پایه های درست فکری یا شالوده روانی رو برای ما به وجود بیاره. ما هممون دستخوش بالا پایین های زندگی خیلی میشیم، ولی مهم اینه که اصلمون، بیسمون و اون چیزی که ریشه و هویت اصلیمون هست رو بهش وصل باشیم و به اون چنگ بزنیم. میخوام برگردم به آیدنتیتی یا هویت. ایران نازنین ما شرایط بسیار سختی رو گذرونده. آدم هایی که آمدن، تسلط داشتن، حکومت کردن، قتل و غارت کردن، ولی هرچی نگاه میکنیم این فشارها و این در واقع اپریشن هایی که به ملت ایران، به فرهنگ ایران، به مردم ایران شده تا یه جایی تونسته ماها رو در واقع محدود کنه، ولی به هر حال ما برگشتیم به جایی که هویت انسانیمون هست. سخته میدونم، ولی یه مبارزه است، یه چالش و همه مردم ایران به یه شکلی دارن این چالش رو انجام میدن یا این مبارزه رو انجام میدن. چه کسی که به عنوان نویسنده الان توی زندانه، چه کسی که به عنوان یه خواننده، رپر معمولیه و در واقع توی زندانه، چه کسی که در واقع افشا کننده فسادهای مالی و در واقع راندخاری‌ها و در واقع اختلاس‌های مالی اون سیستم هست، اینها توی زندان هستن. مردمی که شکنجه میشن، زنان نازنینی که مادران مملکتمون که نمیتونن حتی درد خودشون رو بر سر مزار بچه‌هاشون در واقع اعمال کنن و نشون بدن و بگن که ما کودکانمون رو، نوجوانانمون رو، همسرانمون رو، دخترانمون، پسرانمون رو از دست دادیم. تمام اینا متوجهش هستیم، ولی برگردیم به اصالتمون. پارسی زبان هستیم، فرهنگ بسیار بسیار غنی داریم و امیدوارم هم دلامون و هم فرهنگمون بتونه کمکمون بکنه که از این دوره سیاه و تاریک رد بشیم. این دوره سیاه و تاریک بفرمایید. چه جمله دوره سیاه و تاریک، چون این روزها متاسفانه به خاطر عدم سلامت روان و جنگ روانی که در حال حاضر در کشور ما وجود داره، مثل یک ابر سیاه کشورمون رو متاسفانه در بر گرفته و من همیشه میگم که یه اتفاقی که اینجا باید بیفته یه تحولی که انسان‌ها بتونن به خودشون بیان. همونطور که در قسمت اول صحبتام گفتم، بیایم اون تحول رو در خودمون به وجود بیاریم. وقتی که ما میخوایم این تحول رو در خودمون به وجود بیاریم،
مسلما شروعش از خانواده است. من امروز چون دیگه استادای من اینجا هستن سعی میکنم که بیشتر ازشون سوال بپرسم تا خودم نظراتم رو بگم. به خاطر همین سوالی که دارم از شما، حالا یا جناب دکتر یا شما خانم دکتر، این هستش که در یک خانواده‌ای که اینقدر الان در حال حاضر خشم، خشونت و فقر وجود داره، چگونه میتونیم ما جلوگیری کنیم از اینکه فرزندانی رو بار بیاریم که سالم باشن؟ چون واقعا فکر میکنم که کار بسیار سختیه. خب اولا فرزندان اغلب ممکنه که برعکس اون چیزی که میبینن و درست نمیدونن عمل بکنن. کما اینکه الان ما داریم تو خیابونا میبینیم این بچه ها رو. میگه ادب از کی آموختی؟ گفت از بیادبان. ضرب المثل فارسیش. ما اصولا تا زمانی که به سرزمین مادری اعتقاد داشته باشیم، یعنی در هر حال اگر مادر درستی فرزند رو در آغوش خودش پرورش داده باشه، این اعتقاد به سرزمین مادری نمیگذارد که این بچه ها بخوان کاری برخلاف ملیت خودشون، برخلاف درستی انجام بدن. دلیلش اینه که به مادر خودشون اعتقاد دارن. انسان تا موقعی که مادرش دوست نداشته باشه به سرزمین مادری نمیتونه اعتقاد داشته باشه. حالا به قول معروف میگه پیدا کنید پرتقال فروش را. حالا ببینید ما با افرادی سر و کار داریم که این افراد به دلیل اینه که به سرزمین مادری اعتقاد نداشتن، به دلایلی که عرض شد. خب وقتی که اعتقاد نداشته باشن هر چیزی امکان پذیره. اگر فراموش نکرده باشید ما در هفته‌های پیش صحبت میکردیم راجع به این که چه نوع بیماری‌های روانی میتواند در ارتباط با چه نوع رفتارهایی باشه. خب این رفتارها یکی دوتا نیستن و این بیماری‌های روانی هم یکی دوتا نیستن. اون چیزی که الان صحبت شد خانم دکتر خرمشادی راجع به awareness فقط آگاهی نیست، یه لغت، یعنی یک واژه عجیب و غریبیه، مثل عشقیه که ایرانی ها میگن، نه عشقی که آمریکایی ها بنویسن. در امریکا این آگاهی که از awareness حاصل میشه و استخراج میشه، خدا نکنه که آدم توی چاهی بندازه که آدم از اون نتونه در بیاد. آگاهی از اون چاه زمانی میشه که ما بخوایم اون با عقل، یعنی روشنایی، اون چیزی که نوروز به ما داره میگه. نوروز تمام صحبتش راجع به روشنیه، روشنی آبه. شما نگاه بکنید در تمام خانواده های ایرانی در شمال ایران چراغ‌ها رو روشن میذاشتن، حتی برق شهری رو روشن میکردن. خیلی جالبه، برقایی بود که مخصوص بود که شب روشن میشد برای اینکه مردم بتونن رفت آمد بکنن. این برق‌ها رو روز نگه می‌داشت، روز روشن میشد که ما بخوان بفهمونن که مهمه، اهمیت داره. حالا الان هر چقدر که کوشش کردن که جلوی این اهمیت بگیرن، شما نتیجهش دیدید. یعنی با گریه‌زاری خواستن این کارو بکنن، با روزخونی خواستن این کارو بکنن. به شما عرض بکنم با دسته سینه زنی را انداختم. من راجع به اینه که خوبه یا بده کاری ندارم، دارم میگم چه موقعی خواستن چه کارهایی را انجام میدن. آدم اگه بچهش گلوله بخوره خوب مسلمه که داره گریه میکنه، شکی نیست. اما امروز جاییه که تنها راه مبارزه برای ما در یه همچین موقعیت اینه که شاد باشیم، ولو این که به سر ما اومده باشه، به سر تمام افراد اومده، به سر منی که نشستم اینجا برای شما اومده.
لازم نیست به شما بگم چه کردند. بنابراین ما مواجه هستیم با گروهی که نه اصولا میدونه دین چیه، نه میدونه احساس درست داشتن نسبت به جامعه چیه، محبت چیه، عاشقی چیه، حافظ چیه، فردوسی که عاشق ایران بود چیه. باید بری قبرش خراب بکنی که رفتید خراب کردیدم چند روز پیش دور و بر مشهد، من فیلمش دیدم. بنابراین ما میخوایم ببینیم که این فرهنگ گریه و زاری از کی چجوری به ما تحمیل شده و این ازش چی میخوایم استخراج بکنیم. ما از نوروز کم و بیش داریم صحبت میکنیم که چی میتونیم استخراج بکنیم. به من بگید از این گریه زاری چی میخوایم؟ از لحاظ علمی این گریه و زاری به جز این که درد فردی رو آرامش بده برای یک لحظه کار دیگه ای نمی کنه. بنابراین ما اینو نمیتونیم به حساب یه امام دیگه بذاریم قلابی به اسم او تموم بکنیم. اگه داریم گریه میکنیم داریم بر خودمون میکنیم. برای بچم میکنم که کشتنش، برای پدرم میکنم که کشتنش. مثل دارم میگم، حالا یکیش درست بود که گفتم بهتون. این جریان. بنابراین اون گریه برای کسی که نمیشناسم، برای کسی که نمیدانم، گریه من ارتباط پیدا میکنه با شخص من. و الا چجوری میشه؟ یه دفعه شما نگاه میکنید یه آقایی میشینه و صحبت میکنه و از وجود خودش صحبت میکنه، یک دفعه اون عده‌ای که اونجا نشستن محکم میکوبن تو پیشونیشون. آخه این حق بازی ها درست نیست. نوروز اینا رو قبول نداره. نوروز میگه چاپلوس و حق باز نباشید، دزد نباشید، جنایتکار نباشید، به هم نوع خودتون خدمت بکنید، مگر اینکه اعتقاد داشته باشید اونا هم نوع نیستن. بنابراین سوال اینه که تو چی هستی؟ من میخوام ببینم که ما از فرهنگ گریه و زاری چه انتظاری داریم. خیلی سوال این ساده به نظر ممکنه برسه. سوال دارم ازتون، شماها که نشستید و تماشا میکنید و از راه مهر گوش سپردید به این برنامه، از فرهنگ گریه و زاری که تحمیلی است چه انتظاری دارید؟ اونی که داره این تحمیل میکنه من میدونم چه انتظاری داره. شما برای چی؟ اون عده‌ای که میان و قبول میکنن و دنبال رو میشن، اونم میشناسم که برای چی این کار میکنه. شما به من بگید برای چی میکنید؟ چه سوالی میکنید؟ برای چی میکنن این کار؟ باید برگردم به این اصل که غم، اندوه، تاریکی، سیاهی تا یه جایی میتونه یه منفذ و یا یک دریچه‌ای باشه برای بیرون ریختن احساسات و عواطف انسانی و احساسات بشری. اما اگر در دراز مدت بهش نگاه کنیم که بخواد توی قالب قرار بگیره و در واقع همیشه دیکته بشه، جز افسردگی راهکار دیگه‌ای رو در واقع جلوی پیش ما نمیذاره و افسردگی مساوی هستش با رکود، مساوی هست با ساکت شدن، مساوی هست با رخوت، چیزی که دقیقاً خلاف نوروزه. فکر میکنم خانم فرهزم در این زمینه بتونن یه کمکی بکنن. بله حتما. 100% همینطور. افسردگی مسلماً یکی از مشکلات اصلی و اساسی این روزهای ماست. مخصوصاً من همیشه معتقد هستم که به خصوص بانوان و زنانی که در خانه کار میکنن و دیده نمیشن، آمار گرفته شده و پژوهش‌ها و تحقیقات نشون داده که چقدر افسردگی درشون بالا میره و متاسفانه برمیگردم باز به سوالم
که تمام این مشکلات بر سر فرزندان، به خصوص اونهایی که فعلا کودک هستن و دارن از پدر مادرشون چیزهایی رو یاد میگیرن، برخورد میکنن با پدری که خسته است، عصبی، خشمگینه و چندین شغل داره. وقتی میاد خونه دیگه اصلا حوصله سر کله زدن با بچه‌ش رو نداره. از طرفی مادری رو میبینه که از صبح تا شب کار کرده، برای یه تیکه گوش باید 8 ساعت توی صف بیسته. خب این بچه ها چی میشن؟ مسلماً اینها دارن دائم یا توی سوشال میدیا سیر میکنن، خیلی به درس علاقه ای ندارن و همین جوری به قول معروف با دوستانشون که این وسط معلوم نیست این دوستان خوبن بدن، به چه صورت هست. آیا واقعا جای تربیتی میمونه؟ آیا این فرزندان دارن تربیت میشن؟ من فکر میکنم اینجاست که یه لکی داره توی این خانواده شکل میگیره، وجود داره و اون عدم تربیت، عدم عشق و از همه مهمتر نبودن احساس و درکی که در اون خانواده وجود داشته باشه. که البته نزدیک ما تبلیغاتمون هستیم، دلم نمیخواد که این بحث کوتاه باشه. خواستم این 2 دقیقه رو با اجازهتون خانم خرمشادی صحبت بفرمایید. خواهش میکنم. در ارتباط با تربیت کودکان کاملا حرف بجا و زیبا و قشنگی هست. بچه‌های ما، چه اونایی که تو خیابون هستن، چه اونایی که بچه‌های کار هستن، چه اونایی که هنوز انقدر کوچیکن که نمیتونن وارد سیستم کاری بشن، همشون احتیاج به محبت دارن و عشق دارن و به قول شما یه پدر خسته و یه مادر افسرده هیچ کدام نمیتونه جوابگوی این نیازها باشه. برمیگردم به قسمت اول صحبتم که هر کس هر کجا که هست به هر شکلی که هست میتونه کمک کنه. اگر من امروز میبینم که کودکان همسایه من احتیاج به عشق و محبت و توجه دارن، تا جایی که دستم میرسه اون رو در واقع به اونها عرضه کنم. هر آنچه که در سبد من هست، آنچه رو که میتونم در واقع با عشق و محبت به دیگری تقدیم کنم، اون رو بیشیله پیله و بیشائبه دنبال زد و بند و حساب و کتاب و بنفیت داره یا نداره، فایده داره یا نداره نباشیم. خان فرناز فکر می‌کنم زندگی خیلی کوتاهه، بریم برگردیم. ببینید من فکر می‌کنم که معمولاً وقتی که بعد آگهی یعنی وقت داریم، به شما عرض بکنم که وقتی که ما داریم راجع به موضوع وجدان گروهی و بازگشت ما به گذشته ها، وقتی که به اونجا میخواییم برسیم، سوالاتی که برای ما پیش میاد سوالات دلایل نوروز است و الان سوالاتی که برای ما پیش میاد دلایل گریه‌وزاری است. من میخوام که در وقتی که خواهیم داشت اول آگهی ها رو میبینیم، بعد از اینی که آگهی ها رو دیدیم میریم سر این موضوع که آیا چه نوع بیماری های روانی میتونه باعث بشه که ما شادی رو از خودمون دور بخوایم بکنیم، نه تنها از خودمون بلکه بخوایم از یک ملت دور بکنیم. با ما باشید. با سلام، کامران یدیدی هستم، وکیل تصادفات در کالیفرنیا. از طرف خودم و همکارانم نوروز باستانی را به تمام ایرانیان عزیز در سراسر دنیا تبریک میگویم و آرزوی سالی پر از سلامتی، خوشی و پیروزی را برای شما عزیزان دارم. با تشکر از پشتیبانی و حمایت شما در 25 سال گذشته. عید همگی مبارک، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. در دنیای پیشرفته امروزه نگران چه هستید؟ نوارهای ویدیویی خود مطلقا نگران نباشید. نما استودیو با قیمتی مناسب کلیه نوارهای صدا و تصویری شما را به صورت دیجیتال بر روی هارد درایو یا فلاش درایو برده تا در تلفن همراه و کامپیوتر به راحتی تماشا کنید. نوارهایی چون VHS های 8 مینی DVD کم، بیتا کم، 3/4 و نوارهای صدا و صفحات گرامافون. نما استودیو مرکزی پیشرفته و مورد اطمینان با بیش از 40 سال سابقه در ایران، اروپا و آمریکا. 818 705 2011. نما استودیو، کلینیک برای نوارهای صدا و تصویری.
الو. سلام فرامد جان، عمو از لس آنجلس. به سلام عمو شهرام، اتفاقا تجریشم الان یادت کردم. صدا چقدر خوب و واضحه. از چه طریقی زنگ زدی؟ ماجیک تپ. خب اینجوری که برات گرون تموم میشه. نه بابا، ماجیک تپ قیمتا رو شکسته. ماجیک تل با 22 سال سابقه درخشان در ارائه بهترین نرخ و بهترین کیفیت همچنان در خدمت ایرانیان می باشد. آمریکا ماجیک تل 1-800-267-1350 و 818-703-9000. کانادا یوتل 1-604-904-0203 و در سراسر اروپا پارستل 44-203-608-44-44. کیفیتی برتر، قیمتی ارزانتر. ماجیک تل. آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818 577 77 59. یلو پیج ملی. یلو پیج ملی تنها یلو پیج بزرگ ایرانی لس آنجلس. یلو پیج ملی 2024 به همراه اطلاعات جامعه ایرانی اروپا و کانادا نیز منتشر و پخش می گردد. توجه! اطلاعات یلو پیج ملی در اپ مجانی 50-50-100 در سطح جهانی در دسترس عموم قرار دارد. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی خارج از کشور، جهت چاپ آگهی و درج اطلاعات شغل خود در یلو پیج ملی 2024 از همکنون با مرکز اطلاعات 50-50-100 تماس حاصل نمایید. مرکز اطلاعات 50-50-100. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما رو می توانید از طریق تمامی پلتفرم‌های GLViz در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته GLViz برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. GLViz پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت GLViz از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک GLViz را برای شما فراهم می کند. اشتراک 12 ماهه اپ GLViz بر روی تلویزیون‌های هوشمند فقط $86 آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط $47 آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط $109 آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905 762 5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه کنید. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون‌های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس‌های GLViz دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GLViz از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLViz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس‌های GLViz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GLViz
از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نگاهی جدید به مدیای فارسی. از طریق GLR اکسچنج آگهی‌های شما بر روی وبسایت glviz.com پخش خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. با درود گرم مجدد به شما هم سرزمینان ارجمندم. امروز با خانم دکتر میترا خرمشادی هستیم و خانم فرناز میرزایی. امیدوار هستم که این برنامه رو تا این لحظه نگاه کرده باشید. سال نو هست و نوروز پیروز است و پیروزی این قضیه رو میخوام به اینجا دلیل بیارم که در تمام این ویدیوهایی که تا کنون از ایران دیدم که این روسری ها رنگین شده برای اونایی که حتی دوست دارن که روسری سر بکنن و بعضی ها دوست دارن بکنن، ولی رنگین کرده بودن. رنگ روسری رو وقتی که عوض کردن پیام دادن. پیامشون چی بوده؟ پیام این بوده که ای شوهر، ای پدر، ای برادر، ای هم میهن، من به نوروز باور دارم که باید باعث خوشحالی بشه و هست. به همین دلیل است که نوروز چیزی نیست که ما این وجدان گروهی رو بتونیم زیر پا له بکنیم، امکان نداره. و از قضا خانم میرزایی داشتن صحبت میکردن راجع به آقای دکتری که ما همینجور شوکه شدیم اینجا، ولی امیدوارم شما نشید. بفرمایید ببینم چی بوده داستان. بله، من دیروز یک مصاحبه ای رو دیدم از یک جناب دکتری که اسمشون رو اینجا نمیخوام بیارم. جناب نداره. بله ببخشید. از یه آقای دکتری که ایشون در رابطه با پوشش یک خانم صحبت‌هایی رو کردن که برای من خیلی جالب بود که سطح دانش اگر بخواد به این شکل باشه که دانش داشته باشیم ولی اون آگاهی رو نداشته باشیم، چون من فکر میکنم آگاهی با دانش خیلی فرق میکنه. آگاهی یعنی یک شعوری که یک فرد باید خودش به صورت ذاتی اصلا داشته باشه و ایشون در رابطه با پوشش یک خانم میگفتن که اون زن هستش که باید خودش رو کنترل کنه و پوششش به طوری باشه که لباس محرک نپوشه و همچنین اینکه لباس مثلا باز نپوشه و بدحجابی نکنه، چون اگر این گونه باشه پالس‌های جنسی رو ایشونه که داره پخش میکنه. در مقابلشون خانمی قرار گرفته بودن و گفتن خب اگر اینطور باشه که پس مرد چی؟ مرد مگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه؟ چون من همونطور که میدونید کوروش کبیر گفته بودن که حجاب یک زن پلک‌های مردان است. یعنی یک مرده که انقدر باید نجیب باشه، انقدر محکم باشه که اگر یک خانوم رو با لباس باز میبینه نخواد نظری داشته باشه. ولی این آقای دکتر گفتن که نه، این غریزه یک مرد هستش، چون برای بقای خودش اگر یک زن رو ببینه به اصطلاح تحریک میشه و اونجایی که شما میبینید یک مرد سرش رو میندازه پایین یا روش رو میکنه اونور، داره در حقیقت کنترلگری میکنه. اینجا برای من این سوال پیش میاد که در کجا دیده شده که انقدر بخوان زن رو محدود کنن و بخوان فقط تو سرش بزنن برای اینکه تو حجابت رو باید حفظ کنی، تو باید پوششت رو داشته باشی، تو فقط باید بگی بله چشم، تا یک مرد نخواد تحریک بشه، عصبانی بشه یا اینکه خدایی نکرده بره سراغ زن دیگری. این در کجا اومده؟ جز اینکه ما در فرهنگ هایی که اصلا ربطی به ما ندارن و فرهنگ ما نیست
و این در فرهنگ های اومده که حتی می آمدن کودکان رو، دختران رو زنده به گور می کردن. این در فرهنگ ما نبوده. پس اونجا ما می بینیم که وقتی ما میایم دینی رو داریم دعاش رو میخونیم ولی نه به زبان فارسی، میایم به زبان عربی میخونیم، اینجا میشه که دکتر ما میادش چنین نظری میده که من باهاش 100% مخالفم. ولی امروز میخوام این رو از خانم دکتر، آقای دکتر سوال کنم. در هر صورت این مسائل بررسی شده، تحقیق شده. آیا واقعا ما به جایی رسیدیم که جامعهمون، ایرانمون فقط و فقط مشکلش حجاب زنانه؟ اگر زنان حجابشون رو رعایت کنن تمام این تجاوزها، آزارهای جنسی همه از بین میره؟ آیا واقعا از بین میره؟ بفرمایید. سوالتون بسیار بسیار وسیع و در عین حال بسیار عمیق و دردآور. خیلی خوشحالم که من همچین مصاحبه‌ای رو ندیدم به دلیل اینکه هرس می‌خوردم. همین الانش هم که دارین میگین من واقعا باورم نمیشه که یه آدم تحصیل کرده بخواد اینجوری نگاه کنه. ولی برگردم به جملات زیبایی که استفاده کردید و فرمودید که دانش، آگاهی با شعور و درک آدم‌ها کاملا متفاوت هست. باید خدمتتون عرض کنم که از نقطه نظر علمی اگر بخوام صحبت کنم، مغز انسان از 3 طبقه در واقع تشکیل شده و این 3 طبقه بودن این مغز، قسمت ابتدایی یا اولیش مسئول در واقع تنظیم فشار خون، درجه حرارت بدن، ریت تنفس و تمامی چیزهایی هستش که به عنوان یک انسان زنده ما بهش احتیاج داریم و داریم با اون فرمول ها در واقع سروایو میکنیم یا به زندگی و بقایمون ادامه میدیم. طبقه دوم مغز که در قسمت مزولیمبیک یا در واقع قسمتی که با سیستم آمیگدال، با سیستم هیپوکامپس سر و کار داره، جایی هستش که با احساسات و عواطف و غرایز بشری سر و کار داره. اما طبقه سوم برمیگردیم به قسمت کورتکس و نئوکورتکس، جایی که با تفکر، با تعقل، برنامه ریزی، اندیشه اونجا سر و کار داریم. من فکر میکنم جناب دکتری که در واقع این مصاحبه رو پر کرده بوده، ایشون مغزش در همون مغز درجه 2 یا در واقع طبقه 2 فقط با ایمپالس ها، احساسات و ایموشنشون در واقع سر و کار داشته. بخش به نام کورتکس و نئوکورتکس رو اصلا ایشون توجهی بهش نکردن، متوجهش نبودن و اصلا درکی از اون نداشتن که فرق بین انسان و حیوان در واقع همین قسمت کورتکس و نئوکورتکسش است. برگردم به این که آیا فقط زنی که باید پوشش داشته باشه؟ آیا فقط زنی که باید حجاب داشته باشه؟ من فکر میکنم حجاب برمیگرده به نگاه ما، به طرز تفکر ما، به شیوه رفتاری ما. زمانی که شما قدرت اجرایی دارید اما حجاب فکری روانی شما به این شما این اجازه رو نمیدی که از قدرتت سوء استفاده کنی، اختلاس مالی داشته باشین، دزدی کنین، چپاول کنین، اینا در واقع تعریفش حجاب میشه. و اگر این آقای حالا به اصطلاح دکتر فکر میکنن که زن و موی زن و در واقع زیبایی زن ایشون رو تحریک میکنه و ایشون رو تبدیل به یک حیوان درنده خوی میکنه که دیگه از خودشون بیقرار میشن، متاسفم برای ایشون، نه برای مردان جامعه ما. برای اینکه من میبینم زنان فرهیخته‌ای که دختران و پسرانی رو دارن تربیت میکنن که نسل امروز و نسل آینده کاملا با این خزعبلات واقعا بیگانه هستن و فاصله دارن. فکر میکنم یک کوتاه و مختصر تونستم جواب بدم، ولی منتظر جواب. خوب بود به دلیل اینکه واقعا این آقا بزرگترین توهین به مردها کرد در درجه اول. یعنی مرد آنقدر بی‌طاقت، آنقدر بدبخت، آنقدر فرومایه هست که وقتی یه زنی در چنان شرایطی میبینه که تازه شرایط بابا مردم اینجا میرن نودبار، ببخشید چی میگن، نود بیچ، یعنی میرن کنار دریایی که یک عده‌ای هستن اونجا میرن لخت میشن. خب دلشون بخواد آزادن. من راجع به خوبی و بدی صحبت نمی کنم، من میگم مردم میرن اونجا. خب این هیچ کدومشون هم تحریک نمیشن، میگن که نمیشن. دلیلش اینه که وقتی
تحریک زمانی انجام میگیره که ما به اندازه اون مقداری که باید استیمولیت یعنی تحریک بشیم بهمون داده بشه. و الا اگر قرار باشه که کنار دریا باشه اینقدر این استیمولیشن ها زیاده که بدن نمیتونه جواب بده. یعنی واقعیتش اینه، یعنی از لحاظ علمی هم شما بخوای مثل یه لیوانی میمونه که اینقدر تو شکر ریختی که دیگه نمیتونی بخوریش. و بنابراین مرد همونجوری که خانم دکتر خرمشادی به این موضوع خیلی درست اشاره کرد، اون مغزه که به مرد کنترل میده، که به مرد میگه که این درسته یا نادرسته. چگونه باید یاد گرفته باشه؟ مسئله اخلاق رو در خانه یاد میگیرن، در خانواده یاد میگیرن. اگه مردی دیده باشه که پدرش مرتب رفته با این اون، یا یه زن دیگه ای رو آورده توی خونه به زنش گفته باید تمکین بکنی، اون معلومه این خیلی بی‌طاقت باید بشه. و خیلی جالبه شما نگاه بکنید ببینید که این داستان هایی که اتفاق افتاده چقدر از جای این صحبت نیست ولی اومد تو ذهنم که باید بگم چقدر این پسرهای اینها با این صیغه هایی که اینجوری بوده رابطه برقرار کردن. باور بکنید کردن این کاره و تلفن کردن که شنیدم، ما گوش کردیم. آقا مرد باید اخلاق داشته باشه، هنر مرد در اخلاقه. درسته که جسمش ممکنه قوی تر باشه ولی این جسم زمانی قدرت داره که قدرت همراه با قدرت عقلانی باشه که بتونه صحیح و غلط رو بتونه بفهمه کجا درسته کجا غلطه. خوب خانم میرزایی بفرمایید ببینم اون چیزایی که نمیتونم تحقیق زحمت کشیدیم تحقیق و بررسی میکنم تو این مسائل، چون برام خیلی جالب هستن به دلیل اینکه یک موقع ها میبینم که مثلا یک آقای طلبه‌ای رفتن سراغ یک خانم و آقایی که به اصطلاح زن و شوهر هستن و بعد ایشون اون آقا رو کشیدن کنار و باهاشون صحبت میکنن که چرا خانومت این حجاب رو داره و اون آقا داره جواب میده که بابا این زن منه، به من ارتباط داره، این حریم شخصی منه. و خانومش داشت از ایشون فیلم میگرفت و گفتش که شما میبینی که من دارم با همسرم راه میرم ولی تو داری به من نگاه میکنی و اومدی داری گله منم به همسر من میکنی. و اونجا بودش که این آقای دکتر که این فیلم رو گذاشته بود گفت ببینید اینجا من میخوام این رو آنالایزش کنم که همسر ایشون نباید اجازه بده که خانومش به این شکل را بره، چون داره مخصوصا خانوم هایی که همسر دارن یا پارتنر دارن این پاس جنسی رو دارن برای آقایون دیگر میفرستن. مشکل میدونید کجاست؟ من فکر میکنم مشکل اون باورهاست. یعنی من فکر میکنم که انقدر باورهای غلط در ذهنها رفته و متاسفانه کورکورانه اون رو پذیرفتیم و فکر میکنیم که اگر مثلا یک مردی داره با خانومش بیرون راه میره و خانومش حالا یه مقدار موش بیرونه یا هر چی که به خودشون ارتباط داره، انقدر به خودمون اجازه میدیم که بریم تازه به همسر اون خانم بگیم که چرا خانمت داره این شکلی راه میره و تازه بیایم براش جریمه نقدی بدیم یا خیلی مسائل دیگه. من فکر میکنم تمام اینا به خاطر اون باورهای کورکورانه و از همه مهمتر چیزهایی رو که قبول نداشتیم و تو مغزمون فرو بردن و متاسفانه خیلی از اونها نمیخوان اون رو تغییر بدن. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه خوب دارن ازش سود میبرن. بله. دارن ازش سود میبرن. خب ببخشید وقتی که من میتونم با یک سری به قول گفته شما خزعملات، با یک سری باورهای غلط بتونم خوب پول در بیارم، خوب سود بگیرم، جایگاه همو محکم کنم، خب ادامهش میدم. مخصوصا ببخشید خیلی از کارکنان که در رأس
حکومت قرار دارن متاسفانه به خاطر همون آسیب‌های روانی که صحبتشو کردیم متاسفانه میان این حکم‌ها رو صادر میکنن. یکی از دلایلی که میان روی حجاب خیلی تاکید میکنن به خاطر زخم‌هایی که خودشون خوردن. خانم میرزایی یه سوژه دادن برای شما، اون این است که این باورها موقعی که با نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر با هم دیگه مخلوط بشن ببینید چی بفرمایید. فاجعه. یعنی نکته بسیار زیبایی رو مطرح کردید. متاسفانه جمع جبری اختلالات روانی در گروه ها و اقشاری رو که تحت نظارت و سلطه برتری جویی هستن خیلی زیاد میبینیم و متاسفانه اینو خدمتتون بگم که بزرگترین گروهی که توی این رده قرار میگیرن نارسیستیک پرسونالیتی دیزوردر یا NPD هست. حالا حتی اگر نارسیستیک پرسونالیتی دیزوردر هم نباشن، نارسیستیک پرسونالیتی تریت هم داشته باشن، بسیار موجودات کنترلگر، سلطه‌جو و کسانی هستن که فقط و فقط ایده‌های خودشون رو قبول دارن، فقط خودشون رو میبینن، سلف سنترالیزیشن های شدید دارن و همه چیز از زاویه دریچه کوچک دنیای اونها باید در واقع دیده بشه، ترجمه بشه و در واقع فعالیت‌های رفتاریش اجرا بشه. میخوام اینو خدمتتون بگم کسانی که در صدر قدرت قرار میگیرن همیشه احساس کنترل دارن و این کنترل بهشون احساس امنیت میده. کنترل و پرانویا دو تا کفه‌ای هستش که در موجوداتی که کاراکتر نارسیستیک دارن خیلی خیلی زیاد هست و برای این کنترل خودشون سعی میکنن که تمام اطرافیانشون یا کسانی که جزو ساب گروپ های اونا هستن رو تحت فشار و در واقع پرشر قرار بدن و یکی از کارهایی که میتونن بکنن در واقع این هستش که برتری جوییشون رو با نشون دادن کاراکتر شماره 1 و کاراکتر 2 و کاراکتر 3 نشون بدن. همیشه یه حلقه‌ای وجود داره برای اینها که اونها جزو خودیا هستن، جزو کسانی هستن که خدمتگزارن، بنابراین باید از بهترین امتیازها و پوینت ها استفاده کنن و یه عده دیگه نه، خارج از این دایره هستن و دشمنان ما هستن. تئوری توطئه برای اونها در واقع اجرا میشه و مدام در فکر این هستن که اونها رو تحت فشار قرار بدن. زنها معمولاً در هر سیستمی که یک انسان نارسیست در صدر قدرت باشه، حالا چه خانواده باشه، چه در سطح اداری باشه، چه در سطح جامعه باشه که یک رئیس یا یک رهبر نارسیست اونجا وجود داشته باشه، معمولاً سعی میکنن زنها رو تحت فشار قرار بدن به دلیل اینکه از قدرت واقعی نهفته در وجود زنها آگاهی دارن. زنها مساوی هستن با زایش، مساوی هستن با تولید، مساوی هستن با به وجود آوردن، پروواید کردن، در واقع پرودیوس کردن یا در واقع پیدایش و زن و زمین خیلی شبیه به هم دیگه هستن. همونجوری که زمین در فصل زمستون تمام پتانسیل های خودش رو نگه میداره به شکل اینکه به خواب رفته، ولی در فصل بهار و با نوروز میبینیم که این پتانسیل ها رو به نمایش میذاره. بله، بسیار بحث جالبی تازه شروع شد به نظر من. خوب، این شروع این داستان میذاریم برای موقعی که با خانم میرزایی دوباره برگشتیم. اگه خانم دکتر خرمشادی هم که به ما اگه اجازه بدن که ازشون دعوت بکنیم بعداً، حتما این کار خواهیم کرد. و میخواستم بگم که تمام این مکانیزمایی که دفاعی هستند در افرادی که مردم ستیز هستند شما میتونید کم و بیش پیدا بکنید. ما به پایان وقت رسیدیم. سپاسگزارم از خانم دکتر میترا خرمشادی که اجازه دادن امروز ما با راحتی ازشون خواهش بکنیم که بیان اینجا. خانم فرداز میرزایی که نهایت لطف همیشه دارن، به محض اینکه تلفن میکنیم کار کنار میذاره بنده خدا که بیاد با ما بشینه اینجا. و از شما که به ما گوش سپردید، نوروز پیروز است. مطمئن باشید، امیدوار باشید، شاد باشید و چشم اونهایی رو که شما ببندید، چشم اونهایی رو
که نمیتوانند شادی شما رو تماشا بکنند و ببینند. ما حتما بدون تردید پیروز خواهیم شد، به دلیل اینکه به قول یکی از آقایون حق با ماست، چون حق با ماست. تا هفته آینده که بحث دیگری رو در زمینه‌های متفاوت دیگر با شما در میان بذاریم. روز و روزگارتون خوش. روزتون پیروز.